سلام. توی ویدیو قبلی قرار شد در خصوص موضوع مالیات بر ارث و مالیات حق تمر بیشتر صحبت کنیم. موضوع این جلسه‌مون بحث مالیات حق تمر افزایش سرمایه است. مالیات حق تمر افزایش سرمایه زمانی اتفاق میفته که به فرض مثال شما شرکتی رو ثبت کردین نزد اداره ثبت شرکت‌ها و 2 ماه مهلت دادین بابت مالیات حق تمر ثبت سرمایه خودتون مالیات حق تمرتون رو پرداخت کنین. حالا این پرداخت مالیات حق تمر طبق قانون نیم در هزاره که در جلوتر نحوه محاسبه حق تمر رو خدمتتون خواهیم گفت. یک نمونه برای مثال فرض رو بر این میگیریم سرمایه شرکتی 100 میلیون تومانه و این شرکت مدیرانش تصمیم میگیرن که سرمایه شرکت رو از 100 میلیون تومان به 220 میلیون تومان افزایش بدن. در واقع 120 میلیون تومان افزایش سرمایه دارن. مدل محاسبهش هم به این صورته که این 120 میلیون ضرب در نیم تقسیم بر 1000 که مالیات قابل پرداخت برای افزایش سرمایه معادل 60000 تومان میشه. مهلت پرداخت مالیات حق تمر قانونا 2 ماه از زمانیه که نزد اداره ثبت شرکت‌ها این محل افزایش سرمایه شرکت اتفاق میفته. خب تو این قسمت از انواع افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. یکی از روش‌های افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. شرکت‌ها مجمع تشکیل میدن و تصمیم میگیرن به جای اینکه سود بین سهامداران تقسیم کنن اون سود رو تحت عنوان حسابی به عنوان اندوخته قانونی نگهداری کنن و مالیات حق تمرش رو پرداخت کنن. افزایش سرمایه دوم از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست. به این صورته که دارایی یک شرکت که مثل زمین و ساختمان و تجهیزات و اساسیه است بعد از سالها استفاده به خاطر تورمی بودن اقتصاد کشور ما اون ارزش قدیمی و ارزش اسمی رو دیگه نداره. به همین خاطر شرکت‌ها تصمیم میگیرن که هر چند سال یک بار دارایی خودشون مورد تجدید ارزیابی قرار بدن که ارزش بالاتر یا همون ارزش واقعی خودش رو داشته باشه و مالیات حق تمر افزایش سرمایه‌اش هم پرداخت میکنن. مدل دوم افزایش سرمایه‌مون از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامدارانه. به این صورته که اگر یکی از سهامداران پول جدیدی وارد شرکت کنه یا طلب‌هایی که از مشتریان قدیم بوده وارد شرکت شده این هم مشمول مالیات حق تمره. یه نکته خیلی مهم طبق ماده 26 قانون رفع موانع تولید شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار هستند از این نوع افزایش سرمایه که بابتش بایستی مالیات حق تمر پرداخت کنن معافن. میریم سراغ موضوع آخر که افزایش سرمایه از محل صرف سهامه. به این صورته که اگر سهام یه شرکتی به ارزش بالاتر از قیمت اسمی تو بازار به فروش برسه و این میزان افزایش نسبت به ارزش اسمی به صورت سهام جایزه یا حق تقدم بین سهامداران تقسیم بشه مشموله. مثال میزنم یه شرکتی با میزان 100 ریال ثبت شده و این سهام این شرکت به میزان 500 ریال به فروش رسیده میشه. این ما به تفاوت 100 تا 500 میشه 400 ریال. عنوانش میشه صرف سهام که این رو میتونن از طریق یا سهام جایزه و یا مدل دوم حق تقدم به فروش برسونن و مشمول مالیات حق تمر میشه. و نکته آخر بحث این که اگر شما مالیات حق تمر خودتون رو طبق موعد قانونیش که 2 ماه باشه پرداخت نکنید بر اساس ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر اینکه اصل حق تمر خودتون رو باید پرداخت کنید 2 برابر معادل جریمه‌اش به سازمان امور مالیاتی بایستی پرداخت بشه. امیدوارم موفق باشین. خدا نگهدار.